این حدیث را از صحابی بزرگوار جندب ابن سفیان روایت کرده. میگوید که من روز عید همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عید را شاهد بودم. یعنی همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عید خواندم و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبه جمعه گفتند که من ذبح قبل ان یصلی، کسی که پیش از آن که نماز عید خواند قربانی کرده است پس به جای آن قربانیش دیگر قربانی کند گفتند. و کسی که قربانی حالی نکرده است پس قربانی کند. در بعض روایت ها فلیذبح علی اسم الله، با نام الله تعالی قربانی کند گفتند. و این دلالت میکند که امام روز عید احکام قربانی را به مردم تعلیم میداد، آداب قربانی، واجبات قربانی، سنت های قربانی را تعلیم میداد. یکی از فرض های قربانی این است که پیش از قربانی کردن انسان باید بسم الله الله اکبر گوید. یکی از سنت ها این است که این قربانی فلانی پسری فلانی است گوید. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هذا عن محمد، این قربانی از نام محمد است و از نام عائله محمد است. گفته قربانی میکردن، یعنی نام خودش را شخص قربانی میکرده گیرد که قربانی فلانی پسری فلانی است، محمد ابن عبدالله مثلا نام خود و نام پدرش را گیرد و گوید که قربانی فلانی بچی فلانی و عائله آن است. گفته بسم الله الله اکبر گفته بعد سری چاروهای خود را میبرد.